عبیدالله فیض‌الله رئیس نویه جلال‌الدین بلخی روز 10 دکبر سال 2022 در نویه کوشانیان ولایت ختلان به خاک سپرده شد. بنا به اطلاع دریافتی عبیدالله فیض‌الله که 59 سال داشت و از سال 2015 اینک 7 سال باز بر نویه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان رهبری میکرد، چند روز اخیر از یک بیماری مانند به زکام و ورمی شش و سرفه زیاد شکایت میکرد. او روز 9 دکبر در حالی که او را برای ادامه طبابت به شهر دوشنبه میبردند در راه جان داده است. عبیدالله فیض‌الله برادر اسمت‌الله عبدالله زاده مدیر فرودگاه دوشنبه و از خویشاوندان و افراد نزدیک به حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک و دادر روس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بود. عبیدالله فیض‌الله به فرق از منصبداران دیگر همیشه برای خبرنگاران باز بود و به سوالهای آنها بدون حواله کردن به زیر دستانش مستقیما خودش پاسخ میداد. عبیدالله فیض‌الله سال 1963 به دنیا آمده است. او سال 2015 با فرمان پرزیدنت رئیس نویه جلال‌الدین بلخی تعیین شد. از آن پیش مرحوم رهبری نویه خراسان یکی دیگر از نویه‌های بزرگ ولایت ختلان را بر عهده داشت. خبر مرگ رئیس نویه بلخی از بیماری مانند به زکام در حالی است که حالا در تاجیکستان اوج موسم گرفتاری به این بیماری مشاهده می شود. ساکنان می گویند این نوع زکام خیلی به سختی پس سر می شود.